سلام دوستای عزیز، خوش آمدید با یک ویدیوی دیگر با من. دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. شما رو خوش آمدید میگم به ویدیوی جدید ما. قدر باد ما نبودیم، اما بسیار مصروف بودیم. باز شاید در جریان برنامه های بعدی برتان خواهیم گفت که ما در چی کار مصروف بودیم و تا که موفق شدیم. همراهی اولاد آمدیم بیرون، همراه هنی آمدیم که غذای سود دلی نوشیان کنیم. اینجا اولاد همراه هنی فرمایش دادن غذای خدا. چاومین گرفتن، اتلی گرفتن همراه دوسته. دیگه هرش جان اینجا اصرار میکرد که من باید از او بادیانکای رنگ بگیرم، خوش دارم بخورم. با وجودی که بعد از نان نوش جان میشد، خب زیاد اصرار کرد، رفت فشتش. اینجا زیاد خنک خورده بود، میگفت زیاد تاو دارم، مریض هستم. با وجودی که دوام داده بودمش. دیگه عشی آورد. عبدالله برشان گفت که میتونستین که بعد از نان نوش جان کنین. هم سرشون کمک قال مقال کردم و همراهشان نوش جان کردم. مزه داد و اتلیشان رسید. دیگه نوش جان کردن، طاقت نداشت. میرما جان زیاد خوش داره، گشنه شده بود، میگم باید از همی بخورم. دیگه نوش جانشان تا که دوسه خودم رسید. با وجود که دوسه فرمایش داده بودم اما دلم نشد، بسیار کلان جور کرده بود. خواستم چاومین بخورم. چاومین دیگه تال خورد. منتظر ماندم که نام خدا مشتری بسیار بود دیجه و بسیار مشتری هم داره. دیگه منتظر ماندم نامد، مجبور شدم که نوش جان کنم دوسه. و مرا سنبرش بسیار خوشم میه، سنبر دوسه از خود دوسه هم کدن. دیگه یک دو کاسه خوردم، نام خدا نوش جانم بسیار مزه داد. واقعا سنبرش زیاد خوش دارم، بسیار اسپایسی هم بود. کوچولو شروع کردیم بخوردن. اینجا برآمدیم اگزیت کردیم. دیگه نام هتل یادم رفته بود که براتون نشان میدادم. ساوت ایندیان هات از بیکازپوری. عزیزایم که در دلی زندگی میکنن میتونن که ویزیت کنن. بسیار یک نان مزدار و بسیار یک جای آرام. خوش آدم